به چی نگاه میکنین ها؟ بفرمایید بفرمایید به چی زل زدین؟ شما بفرمایید به چی زل زدین ها؟ بیا بیرون مرتیکه، بیا بیرون. چه صفت؟ عوضی بیا بیرون. مرتیکه سر آدم بیا بیرون آشو. آدم باید بیاد بیرون. بیا بیرون آمز. بیا بلم کن مامان. تو بازی چی آجی؟ بلم کن. بالای سرش برم بوسش را پیدا فقط بزن بیاد بیرون. میکشم مرتیکه خدا آروم باش عزیزم. بیرون آدم بلم کنی خودم میکشمه. حاجی بیا پسر بابا ولش کن ببین پسر نکن جان نیای بیا اینجا بیرون ببینم بابا ببین نکن نیای بیرون من میام تو بیا بیرون برو. به خدا میکشمشونو برو پسر جان بابا بیاد بیرون مثل مرد حرف ولش بزنی کن. بیا باسه. بیا بیرون باسه. سر صبح رفتم بیرون خونه نیستن. بیا نیستم بریم دیگه رفتم برو فقط بلد غلطش باش سر ملت بکنه خیلی خوب بیاین بریم بیاین شما بفرمایید نمایش تموم شد بفرمایید برو بریم که بالاخره میبینم مثلا قضیه بیشتره. دخترم بسته زود باشین بریم ببینیم برو بسته دیگه بیشتره. بس دیگه بریم این بار میکرده میاد این لباسا برات مناسب تره. آماده شو، من پایین منتظرم. بچه ها بیاین بفرمایید. بالاخره خونمونو پس گرفتیم، یعنی نباید با دل خوشی صبونه بخوریم بچه ها. قبول حوصله نداری. منم همچین خوشحال نیستم قبول دارم، اما همه چی درست میشه. تو منو ببین دیگه از تحمیل کردن دست برمیداری، با زمان پیش میری. یه وقت پایان یه چیز شروع یه چیز جدیده. یعنی صفحه جدید زندگی رو ورق بزنی؟ اما کتاب من تموم شده، حالا چی کار کنی؟ باید دیدگاهتو عوض کنی، یعنی یکم نیمه پر لیوانو ببین. پس بریم تو جو الکی خوشی. این که خوراکمه، چون چیزی برای از دست دادن ندارم. اینطوری نکنین دیگه، این روزای بدم میگذرن. آره خب روزای بدتر به جاش میان مگه نه؟ ای بابا نکنین دیگه. بس دیگه. میبینید الان کجایی؟ توی خونمون کنار هم. آره تو اومدیم اینجا خونمون اسای جدایی شد و همه چی رو حل کرد. باشه هر کاری میخواین بکنین. من الان هم از طرف شما و هم از طرف خودم خوشحال و امیدوارم. هیچی هم نمیتونه ذوقمو کور کنه. زود باشید صبونه بخورین، زود باشید. علی کجاست؟ علی اومدم ماما. زنگ زدم به بابا اما گیرش نیاوردن. بذار هر کاری میخواد بکنه، صبونتونو بخوری. اینطوری نگو ماما، شاید خودشو برسونه. صبونتونو بخوری.
دکتر سایز تو چشمی انتخاب کردم. لباسا واقعا بهت میاد. خیر باشه دکتر. میگن برای استرس مفیده، اما انگار رو تو جواب نداده. بگیر بشین. نه اینطوری راحتم، باید برم. تو نرو دکتر، دریا خانم باهات حرف داره، بعدش میری. چقدر بیادبی نصرت. بهش محل نده. بهتر آشناشیم. من دریام. هرچی میخوای زودتر بگو، من باید برم، خیلی کار دارم. کار داری؟ فکر کردم محل کار جدیدت اینجاست. توافق نکردین؟ توافق نکردیم، نشد. که نشد؟ پس نشده خوشم نیومد، چون من میخواستم الان بهت بگم به تجارت خانوادگی ما خوش اومدی. خانوادگی؟ که خانوادگی؟ میگم شما مافیا موقع حرف زدن چه کلمات قشنگی به کار میبرین، باریکلا. اتفاقا از این کلمه خوشمون نمیاد، به کارمون نمیاد. ولش کن. چطور برات امتیاز ویژه قائل شیم و هر جور میخوای حرف بزنی؟ خیالم راحت شد که همچین امتیازی رو بهم دادی. چه بخوای چه نخوای، از حالا ما با همیم. و خود من حواسم بهت هست. نه با هم نیستیم. من باهاتون هیچ صنمی ندارم. بنده کارمو کردم و بی حساب شدیم. بی حساب شدیم؟ هیچ راه برگشتی وجود نداره دکتر. اول نجات جون یه مجروح و دوم کمک به یه جنایتکار. پس اینطوری هم نیست. من به کسی کمک نکردم. اگه یه قاتلم مجروح بشه، وظیفه من به عنوان پزشک درمان اونه. هم مریض شما هم مریض خودم. خب حالا کارایی بدشو چی میگی؟ اونا هم از وظایف پزشکیته؟ متوجه شدم. انگار اونجاشو فراموش کردی. خب گاهی پیش میاد. اول از همه تخریب، فروپاشی و بعدش انکار. اما آدم دیگه پیش میاد. میدونی حرف من چیه؟ انشالله از حالا دیگه کسی نمیره که بخوای بری خاکش کنی، اما به اونم عادت میکنی. چطوره بریم پیش پلیس؟ بعد میگم بریم پیش پلیس، بگین که چی کار کردم. اما آره نمیتونی بری، چون اگه بری اون مزخرفاتی که بهش میگی خانواده هم فاش میشه. بعدش چرا باقی میمونه؟ این که بکشیم و از جرم خلاص بشیم. بفرمایید. امروز این کارو نمی کنی؟ پس کار من اینجا تمومه. اگه واقعا خواستی منو بکشی آدرسمو بلدی دیگه. بذار اینو بهت بگم، من پا به این خونه نمیذارم. الو، همونطوری شد که گفتین. با قلدر بازی گذاشت رفت. نظرتون چیه بریم سر فاز دوم؟ باشه، سرعت کارو زیاد میکنم، خیالتون راحت. ببینین به خدا خودم این یارو رو میکشم. من دیگه نمیتونم همینطوری صبر کنم. نمیخواد زحمت بکشی آبجی. اون دیگه مشکل منه. خودم نشونش میدم. ما برگی یعنی چی؟ بسه دیگه بسه. به خودتون بیاین. تا الان هم آبرومون رفته و نمیتونیم تو چشم در و همسایه نگاه کنیم. آبرومون رفته؟ جدی میگی؟ دخترم منظورم این نبود. دقیقا منظورت همین بود و منم فهمیدم. آبرومون رفته؟ چون همه فهمیدن تو کلوب کار میکردم. اما میدونن من به خاطر پیدا کردن دخترم
بدون اینکه صدام در بیاد به زور تو اون خراب شده موندم. خودت چی؟ وقتی باید کنارم باشی، وقتی باید درکم کنی، تو روم وامیستی و میگی آبرومون رفته. حق من این نبود بابا. چطوری که با دخترش این کارو میکنه؟ میدونی چیه؟ دوبار ناز کردن و پیده درست کردن تو رو بابا نمیکنه. اگه جلوی خونه اون عوضی سنگو ازم میگرفتی و پرتش میکردی، اون وقت فکر میکردم دخترتم و تو هم پشتم وایستادی. دستتو میبوسیدم و میگفتم بابامی. زمانی که آدم منو پیدا کرد، یامان و بقیه وقتی فهمیدن من اونجا کار میکردم، هیچ کدومشون برنگشتن به هم بگن آبرومونو بردی. همشون خودشونو سرزنش میکردن و گفتن اگه ما بودیم یه اتفاق برات نمیافتاد. تو این مدت چی کار میکردی؟ با خودت گفتی اگه دخترم پیشم بودیم بلا سرش نمیومد؟ گفتی اگه دخترمو گم نمیکردم اونم مثل تو با آدم زیر پر و بال خودم بزرگ میشد و هیچ کدوم از این عذابا رو تحمل نمیکرد؟ نگفتی. فقط به خاطرم خجالت کشیدی. اما نگران نباش، دیگه خجالت زدت نمی کنم بابا. بمیرم هم نمیذارم بری. خدا نرو. ما پشت ناموس کسی حرف نزدیم، نه کسی رو گول زدیم و نه به کسی تهمت. اونی که با خجالت بکشه ما نیستیم. آسی تو جای نمیری، اینجا خونه توه. داداش راست میگه، تو آبرو ریزی نکردی. از حالا دیگه اینجا نمیمونم، ولم کن. نه یه چیزی بگو دیگه مرد، دخترت داره میره، یه چیزی بگو. قربون چشات چی از بابا ناراحتی رو تنبیه نکن. من کسی و این وسط تنبیه نمی کنم. بهتره دست از سرم برداری. دخترم اگه تو بری من میمیرم. آخه من مگه الان بهتون گفتم که دیگه منو نمیبینین؟ قول میدم بازم بیام دیدنتون، دیدن تو، خواهرم و برادرم. شما خانواده منین. اما انگار با اومدنم به اینجا یکی رو خیلی شرمنده کردم. بازم میبینمتون، نگران نباشین، اما نه تو این خونه. آسیا که بری دشمن شادمون میکنی دختر. ما نمیذارم خوشحال بشه. ببینی یکم بهم وقت بده پیداش میکنم فدات بشم. خب بعدش چی میشه؟ تو میای مجازاتش میکنی، بعد اون جواب تو میده، یه بار تو یه بار اون، بعد میتونه همینطوری ادامه پیدا کنه آدم. بتونه از جاش بلند شه جواب میده. آسی من ولت نمیکنم، پس وسایل تو بذار سر جاشو بیا حرف بزنیم. ببین تا وقتی من از اینجا نرم این درد سر رو تموم نمیشه. من تصمیممو گرفتم، بفهم، پس جلومو نگیرادم. حالا کجا میری؟ میرم پیش جسور. اون مثل برادرمه، یعنی جام امن و راحت. خیالتون راحت باشه، فکرتون رو پیشم نذاری. گوش کنید، شما حق ندارید وقتی رفتم بابا رو سرزنش کنید. بنده خدا تازه یه حمله قلبی داشته، تازه میدونید که تنها دلیلشون نیست. نمیخوام اینجا بمونم و آرامشتون رو به هم بزنم. نمیخوام باز به خاطرم اتفاقی بیفته. باشه؟ بگید باشه؟ خدا میرسونمت پیش جسور. بیرون منتظرم. باشه اینا رو جمع کنم میام. یه چیزی بگو مرد، دخترت داره میره، بس کن. یه چیزی بگو دیگه. به خودت میگی بابا خانواده رو دور هم جمع میکنه، جدا نمیکنه. فکر کردم قبول کردی، میخواستی تو بغلت بگیریش، پس دروغ بود. آره الان موضوع این نیست. بحث قبول نکردن آسی نیست.
اون دخترمه، اما یه دختر دیگه هم داریم. توبا خیلی جوونه. اگه اسم آسیب بد در بره واسه اونم بد میشه. اگه بهش تهمت بزنن یا بدنام بشه چی ها؟ توبا هنوز بچه هست، اسم اونم لکه دار میشه. من نمیگم بره، اما نمیگم من بمون. تو هم کشش نده. پس نه من تو این محله میمونم، نمیذارم بچه هم بمونن. وایسا دخترم نرو، وایسا منم میام مامان. اصلا نمیشه مامان، من نمیخوام نظم زندگیتون خراب بشه. این نظم بره به درک. دخترم، من یه بار دخترم از دست دادم، نمیخوام باز از دستش بدم. اگه دنبالم بیایی منو از دست میدی مامان. قسم میخورم اصلا پیدام نکنی مامان. نگو اینطوری نگو، چشم سیاه من. مامان نمیتونم بدون تو زندگی کنم. مامان نگران نباش، من خوبم. میبینی که خوبم. قول میدم دوباره ببینمت، باشه؟ نگران نباش، بیا. مامان خب دیگه من برم. بابام اومد. زحمت کشیده. انگار بعضیا دعوا کردن. چه دعوایی بکنم؟ من با کسی دعوا نکردم، خیلی هم حالم خوبه. چیزی نگفتم. بابا کجایی تو آخه؟ مشکلی که پیش نیومده. ترافیک بود. چیه؟ بابا اون یارو نمرده نه؟ چیزی که نشده؟ نه، امروز به هوش میاد. باشه دمت گرم، اما منم باهات میام دیدن اسکندر، باشه؟ تا ببینیم بعد چی میشه. اوضاع پیچیده از خر تو خر شده. خر تو خر نیست. وقتی طرف اظهاریه بده همه چی درست میشه. بی‌ضررترین شک تو رو از این قضیه میکشم بیرون. بابا تو انگار پسرتو نمیشناسی ها. به خدا اصلا پسرتو نشناختی. تو فکر کردی من میذارم تو دردسر بیفتی؟ کسی تو دردسر نمیفته. خودم حلش کردم. این جریان اینجا بسته میشه. چطوری بسته میشه؟ خب به منم بگو. الان وقت این حرف هاست؟ میخوای جلوی در وایسیم و این حرفا رو با هم بزنیم؟ آره بابا حرف بزنی. الان مادرت مشکوک میشه. برو تو. میرم یه نگاهی بندازم. بشین سر جات. قیافه گرفتن تو قربون. قیافه نگرفتم، نرو روی مخم آلاس. معلومه. اصلو به میدی چلا. خب صبح خیر، نوش جون همتون. خوش اومدی. یا بابا بیا بشین اینجا. میرم برات چای بیارم. چای رو ول کن، بشین. تبریک میگم. ممنون، ایشالا واسه همه خیر باشه. در این مورد حرف بزنیم چون فرصت صحبت نداشتیم. نه در موردش حرف زدی. سرسری آره. حالا چیکار کردی؟ رفتی پیش سرهان گفتی میخوای برگردی به خونه؟ من رفتم. چی؟ دقیق ترش اینه که رفته به جای خواستن پسش گرفته. در ضمن تبریک میگم داداش، کارت خوب بود. چرا خونه رو بهت داد؟ یامان پسرم حرف بزن، چرا خونه رو بهت داده؟ با هم توافق کردی. توافق؟ نکنه معامله کردین؟ تو با اون یارو چه معامله داری؟ بسه، معامله نبوده. تازه اون با نامردی خونمونو گرفته بود. به بچه گیر ندی. تهدیدش کردی؟ الان دیگه موضوع داره باحال میشه.
تو با چی تهدیدش کردی؟ فقط میتونه تهدید کنه. گفتم به بچه گیر نده. دیگه همچین آدمی شدی؟ کسی که با تهدید چیزایی که میخواد و به دست میاره اینطوریه؟ آره همچین آدمی شدی تو. الان چه فرقی با سرهان داری آخه؟ اون تهدیدش نکرده. اینجوره در ازای لو ندادن همدست بودنش با هانده ازش گرفته. در ضمن اینجا خونه ماست. پس میگی کار پسر درسته؟ آره منم بودم همین کارو میکردم. اصلا میفهمی چی داری میگی؟ متوجه حرفات هستی؟ ما باید مراقب بچه ها باشیم. مثلا الگوییم، اینطوری میخوای الگو باشی؟ اگه الگوی بد این وسط باشه باباشون یعنی سرهانه. ما کار بدی نکردیم. کسی که بدی کرده اونه که در ازای آزادیم همه چیز بچه ها ازشون گرفته و فکر نکرده عاقبتشون چی میشه. اینجا هم خونه منه که با نامردی ازم گرفته. پس واقعا ببخشید که نمیتونم از علی ناراحت باشم. در واقع خیلی هم خوشحالم که الان توی خونه خودمم. خوبه، خدا کنه همیشه باشی. اما من اینجا نمیمونم چون که کسی ازم نپرسید. گوون کجا میری؟ گوون خانواده بودن خیلی چیز خفنیه. خوب شد اومدین اینجا. شروع خوبی بود. با نمره کامل. گوون سر کار. بعدم خونه خودمون، همون جایی که تو اصلا توش راحت و خوشحال نبودی. من همچین چیزی گفتم؟ گوون من این حرفو بهت زدم؟ نمیفهمم مشکلت چیه؟ تو چت شده؟ اینی که جلومه انگار اونی که میشناختم نیست. یعنی اون گوونی که میشناختم نیست. این لباس از کجا اومده؟ ها؟ برام آشنا نیستن. تو کمدم نبودن. چی شده؟ صبح اومدی خونه و بعدم بودو پا شدی رفتی لباس بخری؟ الان تنها دغدغه ما همینه. چیزی که من پوشیدم الان مشکل بین ما دوتا. ساره بیا خیالت راحت شد؟ میشه یکم آروم باشی؟ آروم باش. آرومم. من نمیفهمم مشکلت چیه. اگه از چیزی ناراحت و عصبانی هستی بهم بگو. باشه قبول. این اواخر نتونستم برات زیاد وقت بذارم چون خیلی کار داشتم و با 1000 تا مشکل دست به گریبان بودم. نتونستم باهات حرف بزنم. نشد خیلی با هم باشی. زندگیت به هم ریخته. کارتو از دست دادی. به خاطرشون ناراحتی. همه رو میدونم به خاطرشون ناراحتی. موضوعی نیست. پس موضوع چیه؟ گوون موضوع چیه؟ من اینجا روبروتم. با هم حرف بزن. نسلیحان ناراحت نیستم، فقط عصبانیم. از دست تو. چطور بیخبر از من این تصمیم رو گرفتی آخه؟ چرا حرف نزدیم؟ چطور فکر کردی تو خونه‌ای که با سرهان توش بودیم میتونیم زندگی کنیم؟ چطور؟ چون که این خونه منه. مال منه. توش به دنیا اومدم. بچه همو توش بزرگ کردم. خونه منه. باشه، پس با دل خوش توش بمون. داری کجا میری؟ ماما کجا میری؟ تو دیگه کجا داری میری؟ نگران نباش، یه کار کوچیک دارم. کجا میای؟ خیال بابا، فعلا را بیفت. زود باش دیگه. باشه پسرم، یه لحظه. نه نمیتونیم جلسه رو لغو کنیم. فقط 2 ساعت بندازش عقب. چه میدونم، بگو آقا سرهان یه کار فوری داشت. مسخره نشو. خیلی خوب، الان میام پسرم. یه لحظه. خب میشنوم. کاری که گفتم رو بکن. 2 ساعت دیگه میام. ببخشید که بیخبر اومدم. وسایل امیر آصف. جان. اسم پسر من جانه. ببخشید، فقط از روی عادته. در ضمن
بدون این نمیخوابه. میدونم حتما خیلی بد اخلاقی کرده. مامان خیلی خوب باشه بیا تو. مامان جون، مامان عشقم، ببین چی برات آوردم. دلت براش تنگ شده؟ بابا من نمیفهمم چرا یهو انقدر بد با مامان برخورد کردی؟ چه دلیلی داشت؟ باید چیکار کنم؟ باید میگفتم آفرین بهت؟ اینو میگفتم؟ باشه بابا یکم آروم چرا باش. باید آروم باشم؟ چرا آروم باشم؟ چطور تونستی بدون پرسیدن از من این کارو بکنی یامان؟ برفرض مادرت باور کرد من تو اون خونه میمونم، تو چرا باور کردی؟ چندین سال تو اون خونه با اون سرحانه عوضی ای بابا بهش فکر میکنم. بابا باشه معذرت میخوام، یعنی نمیدونستم. حال مامانو ندیدی؟ برای اینکه همه پیش هم باشن خودشو کشت. منم فقط برای خوشحال کردنش، اما انگار این وسط ناخواسته تو رو ناراحت کردم. واقعا اگه میدونستم این کار رو هیچ وقت نمی کردم بابا. باشه مهم نیست، با مادرت بین خودمون حلش میکنیم. برو پایین. چرا؟ مگه ما با هم نمیریم پیش اسکندر؟ تا اون اسکندر رو نبینی منو ول نمیکنی نه؟ چقدر کنه ای. کوله رو میزنیم؟ شیشه ها پایینه. وقت نشد در موردش حرف بزنیم. باور کن برای منم یه شوک بود. نمیدونم چی باید بگم، اما فکر کنم بتونی درکم کنی. چرا باید درکت کنم؟ تو هم 2 سال حسرت دیدن پسرتو داشتی. منم الان همینطوریم. انگار زندگی مو ازم گرفتن. دلم براش چه ذره شده. لطفاً اونو اصلا نگیر. حداقل به خاطر پسرت این کارو نکن. برای اونم آسون نیست. روح و روانش به هم میریزه. تازه پیش مامانش. تو مادر اون نیستی؟ میدونم، اما اونم میدونه. فکر میکنه از من جداش کردی. لطفاً التماست میکنم تو رو خدا بذار یه وقتایی ببینمش. لطفاً. مامان بیبی پسرم خیلی قشنگه. تو اینا رو درست کردی؟ خیلی قشنگه عشقم.
باشه، اما طبق قوانین من روز و ساعتشو من تعیین میکنم. باشه، هرچی تو بگی. خیلی ممنونم. بیا عزیزم، بیا. من گریه نمی کنم عزیزم، گریه نمی کنم عشقم. فقط دلم برای تنگ شده بود، برای اونه. بله بگو. یعنی چی که نمیخوان به تحقیق بیفته؟ ای بابا. خیلی خوب باشه، لغوش نکن. منم یه جوری میام. اتاق جلسه رو آماده کن. اوف. پسرم بیا پیش بابا ببینم. بیا ببینم. آفرین پسرم، شیر مرد خودم. من باید زود یه پرستار پیدا کنم. من میمونم. نه اصلا. آخه اعتماد میکنی که بدیش دست یه غریبه؟ لطفا بذار من بمونم. لطفا.